بهار خشوع و توجه و توسل است. از این فرصت هممون باید انشاءالله استفاده کنیم. من به خصوص به جوانها عرض میکنم که از فرصت روز عرفه حد اکثر استفاده رو بکنن، دعا کنن، توسل کنن با خدای متعال، خواسته های خودشون، حوایج خودشون، اهداف خودشون رو در میان بگذارن و از خدای متعال کمک بخواهند، هدایت بخواهند. توصیه میکنم به خصوص جوانها که علاوه بر دعای امام حسین در روز عرفه که دعای بسیار باحال و عاشقانه‌ای است، دعای امام سجاد علیه السلام که دعای 47م صحیفه سجادیه است، این دعا را هم بخوانند. البته دعای مفصلی است، اما هر مقداری که حال دعا دارید و می توانید، لزومی ندارد که انسان همه دعا رو اگر وقت ندارد یا حال و مجال ندارد بخواند. مطلبی که امروز من عرض می کنم و آماده کردم، یک سخنی درباره امام راحل عظیم الشأن است و بعد از اون هم مطلب کوتاهی درباره یک مسئله ملی که دانستن آن برای مردم انشاءالله مفیده. من مطلب رو میخواهم از اینجا آغاز کنم که نظام سیاسی کشور ما که به حمدالله نظام دارای رشد و ثبات و اقتدار است، برآمده و متولد شده از یک انقلاب عظیم است. رهبر اون انقلاب و پدید آورنده اون انقلاب و معمار نظام اسلامی برآمده از اون انقلاب مرد بزرگی است که امروز بعد از 30 و چند سال از رحلت ایشان حضور او در جهان همچنان محسوسه. تأثیر او، تأثیر عظیم او و تأثیر انقلاب او رو انسان در جهان امروز میتوانه به وضوح مشاهده کنه. نظم بین المللی چند قطبی جهان متأثر از انقلاب اوست.
افول قدرت‌های بزرگ متأثر از انقلاب اوست. تنزل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا در دنیا متأثر از انقلاب اوست. نفرت عمومی از صهیونیسم که امروز به طور واضح در دنیا دیده می شود متأثر از انقلاب اوست. صراحت بسیاری از ملت‌ها به خصوص جوانهاشون در نفی ارزش‌های غربی که امروز مشاهده می شود متأثر از انقلاب اوست. امروز در جهان غرب، در اروپا، حتی در آمریکا و کشورهای وابسته به اینها انسان می‌بیند یک حرکتی را به سمت بیزاری از ارزش‌های غربی. اینها انقلاب امام بزرگوار ما و انقلاب ملت ایران قطعاً تا حدود زیادی در همه این چیزهایی که عرض کردیم مؤثر بوده است و تأثیر گذاشته. یک چنین انقلابی امام بزرگوار به کمک مردم به وجود آورد. انقلاب اسلامی ایران دنیای غرب را غافلگیر کرد. غافلگیر شدند. احساس نمی کردند، گمان نمی کردند که یک مرد روحانی تنها و بدون تجهیزات و بدون منابع مالی معتنابه بتواند یک ملت را وارد میدان کند. این رو در غرب هیچ کس احتمال نمیداد و گمان نمیکرد. احتمال نمیدادند که این ملت با هدایت و رهبری این عالم دینی بتواند با دست خالی بر رژیم تا دندان مسلح حاکم بر ایران غلبه پیدا کند. اونم رژیمی که همه قدرت‌های دنیا از او حمایت می‌کردند، چه شرقی و چه غربی. احتمال نمی‌دادند که این رژیم رو ساقط کنه. احتمال نمی‌دادند که این انقلاب و این امام بتواند آمریکایی‌ها را و صهیونیست‌ها را که سالها در ایران جا خوش کرده بودند و بر همه چیز تسلط داشتند بتوانه اینها رو جارو کنه، بتوانه اینها رو از کشور بیرون کنه، اثری از اینها در کشور باقی نمانه. غافلگیری بعدی اینا تشکیل نظام جمهوری اسلامی بود.
اگر بعد از انقلاب یک حکومت سازشکاری بر سر کار می آمد، همچنانی که در اوایل کار یه نشانه هایی هم از این دیده شد، یه حکومت سازشکار با غرب بر سر کار بیاد، اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد، غربی ها امیدوار می شدند که بتوانند دوباره در ایران نفوذ کنند و منافع نامشروع خودشون رو در این کشور تأمین کنند. لکن امام مواضع صریح و روشن خود را در بنای اسلامی کشور ابراز کرد. یعنی امام اعلام کرد هم در زبان هم در عمل که نظامی که برآمده از این انقلاب است یک نظام اسلامی است، یک نظام دینی است. از اینجا توطئه ها شروع شد. غربی ها بعد از آنی که احساس کردند که انقلاب در چه جهتی حرکت می کند، به کدام سمت ملت ایران دارن حرکت می کنند و می روند، توطئه های دشمنان، طرحهای مخرب آنها، طرحهای ویرانگر آنها برای کشور عزیز ما و ملت ما شروع شد. بنده هیچ نظام انقلابی رو در دنیا در تاریخ این یه 2-3 قرن انقلاب ها نمیشناسم که تا این اندازه در معرض توطئه و دشمنی و طراحی دشمنان قرار گرفته باشه. شما نگاه کنید ببینید از اول انقلاب، از تحریکات قومی، قومیت ها رو تحریک کردن، تا مسلح کردن گروه های چپ. گروه های چپ در ایران کم و بیش بودن، اینا رو مسلح کنن، در دانشگاه و جاهای دیگه اینها رو بگنجانند، آماده برای حرکت علیه نظام، تا تحریک و پشتیبانی گرگ خونخواری مثل صدام حسین تحریکش کردن، وادارش کردن، تشویق کردند که به مرزهای ما حمله کنه، تا ترورهای هدفمند، ترور شهید مطهری، ترور شهید بهشتی، ترور شهید مفتح، ترور شهید رجایی، ترور شهدای مهراب و همینطور ادامه پیدا کنه تا ترور دانشمندان هسته‌ای، تا ترور جوانان فعال انقلابی. اینها ببینید، اینا مجموعه طراحی هایی است که علیه
نظام برخاسته از انقلاب در ایران انجام گرفت. بعد هم تحریم های همه جانبه، بعد هم حملات مستقیم مثل حمله طبس، حمله آمریکایی ها به طبس و اون قضیه معروف و معجزآسا، یا حمله به هواپیمای مسافربری، از این قبیل کارها، به اسقاط هواپیما. این کارها نسبت به نظام برآمده از انقلاب اسلامی از اول انقلاب شروع شد، البته تا امروز هم ادامه داره. این انواع این طرح‌ها و این توطئه‌ها از لحاظ تنوع، از لحاظ شدت عمل، از لحاظ مضمون خباثت آمیز اونها، به نظر من در هیچ انقلابی از این انقلاب‌های شناخته شده دنیا سابقه نداره. کی این توطئه‌ها رو انجام میداد؟ یه وقت هست که گروه‌های تروریستی کاری رو انجام میدن. در ایران اینجور نبود. این توطئه‌ها، این طراحی‌ها، این خباثت‌ها به وسیله دولت‌های مستکبر، عمدتاً آمریکا و صهیونیسم، و به وسیله دستگاه‌های جاسوسی معروف دنیا مثل سیا که مال آمریکاست، مثل MI6 که مال انگلیسه، مثل موساد که مال رژیم صهیونیستی است، این توطئه‌ها به وسیله اونها انجام می‌گرفت. نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، در مقابل همه این توطئه‌ها و طراحی‌ها و دشمنی‌ها طاقت آورد. این توطئه‌ها رو خنثی کرد. شاید اگر بشمریم بیش از 1000 توطئه به وسیله جمهوری اسلامی خنثی شد. بعضی را هم پاسخ داد. مهم اینه که اینها این توطئه‌ها را انجام دادن برای اینکه جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما جمهوری اسلامی نه فقط تضعیف نشد، بلکه روز به روز بر توانایی‌های اون و قدرت اون افزوده شد، نه فقط در داخل کشور بلکه حتی در خارج از کشور. توانایی‌های گوناگون جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد و همینجا من به ملت ایران عرض کنم و همه کسانی که به مسائل ایران علاقه دارند بدانند که از این پس هم به توفیق الهی تا بتوانیم بر قدرت همه جانبه ملی خود خواهیم افزود.
در اینجا من یک نکته لازم را عرض کنم. بعد از این نکته مطلب اصلی مورد نظر خودم را عرض خواهم کرد. اون نکته اینه که قیام‌های اجتماعی در همه جای دنیا معمولاً به کمک احساسات شکل می‌گیرن. احساسات کمک میکنه به اینکه قیام‌های اجتماعی شکل بگیره و پیروز بشه. اگر اندیشه‌ای و عقلانیتی هم پشت سر این احساسات وجود داشته باشد، غالباً در لابلای نظرات و اجتهادهای برخاسته از این احساسات اون پشتوانه‌های عقلانی گم می شود، کمرنگ می شود. احساسات خیلی اوقات اهداف عقلانی قیام‌ها رو تحت تأثیر خود قرار می دهد. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که وقتی احساسات فروکش کرد، مسیر حرکتی که انقلاب برای اون به وجود آمده است، اون مسیر عوض می شود، چون اون عقلانیتی که پشت سر این قیام بود، اون عقلانیت گم شده، کم اثر شده، لذا مسیر عوض میشه. نمونه های متعددی در تاریخ داره. حالا مثلا انقلاب فرانسه در قرن 18 برای مبارزه با سلطنت یک خاندانی به وجود آمد، خاندان بوربون ها. بعد که انقلاب پیروز شد و حتی پادشاه رو و زنش رو کشتند، احساسات گوناگون در بین مردم اونچنان فضا رو در قبضه خودش گرفت که یادشون رفت مردم برای چی قیام کردند، برای چی مبارزه کردند و به میدان آمدند. بعد از حدود 15 سال سلطنت ناپلئون بر کشور فرانسه به وجود آمد. بعد از رفتن او هم همون خاندانی که انقلاب علیه اونها بود، همونها آمدن حدود 70 سال 80 سال فرانسه‌ای که با سلطنت جنگیده بود، با سلطنت زندگی کرد. یعنی اون مبنای عقلانی پشت سر اون قیام به انقلاب به کلی گم شد، از بین رفت. این رو ما در همه انقلاب ها تقریبا یا در اغلب انقلاب های دنیا میبینیم. حرف اصلی من اینه که امام انقلاب اسلامی را در قبال این آفت نابود کننده حفظ کرد و مسئولیت داد. امام بزرگوار با تدبیر الهی و با عقلانیت برخاسته از ایمان به خدا و ایمان به غیب کاری کرد که این آفت دامن انقلاب اسلامی رو نگیره. یعنی احساسات
خب در انقلاب ما هم احساسات زیاد بود. ایشون کاری کرد که احساسات نتواند مسیر اصلی و درست اولیه انقلاب رو و حرکت مردم رو منحرف بکنه و مردم رو از اون راه دور بکنه. چیکار کرد امام؟ عقلانیت امام، اون عقلانیتی که موجب شد بتوانه این کار رو انجام بده، مظهرش دو رکن اساسی بود. یک رکن ولایت فقیه، یک رکن استقلال ملی. استقلال ملی، من اون معنایی را که در ذهن مبارک امام بود و در کلمات ایشون تکرار میشد در ذیل کلمه استقلال ملی معرفی میکنم. وقتی فکر میکنم میبینم هیچ تعبیری مناسبتر از استقلال ملی وجود نداره. درباره ولایت فقیه توضیحات زیادی داده شده، من نمیخوام وارد اون بشم. ولایت فقیه جنبه دینی این انقلاب رو حفظ کرد. اگر ولایت فقیه نبود، این انقلابی که با انگیزه دینی، با گذشت ناشی از ایمان به خدا به وجود آمده بود، از راه دین منحرف میشد. رکن اول بنابراین ولایت فقیه بود. این عقلانیت امام بزرگوار است، عقلانیتی که پشت این حرکت عمومی مردم قرار داره و اون رو به پیش میبره و هدایت میکنه. درباره ولایت فقیه بیش از این صحبت نمی کنم. رکن دوم استقلال ملی. بسیاری از سرفصل هایی که در بیانات امام تکرار شده است، مکرر ایشون روی اونها تکیه کردن، اینا در ذیل عنوان استقلال ملی می گنجن. البته استقلال ملی، استقلال به معنای قطع رابطه با محیط پیرامون و دنیا نیست. بعضیا مغالطه نکنن که بگن ما خودمون رو منزوی کردیم. نه خیر. استقلال به معنای عدم ارتباط با کسی نیست. استقلال معناش این است که ایران، کشور ایران، ملت ایران روی پای خودش بایسته. روی پای خود بایسته، به این و اون تکیه نکنه، خودش تشخیص بده، خودش تصمیم بگیره، خودش عمل کنه. این معنای استقلال ملی است. استقلال معناش اینه.
منتظر چراغ سبز آمریکا و امثال آمریکا نباشه، نگران چراغ قرمز آمریکا و امثال آمریکا نباشه، تشخیص با خود ملت ایران، تصمیم گیری با خود ملت ایران و اقدام در هر جایی که لازم باشه با خود ملت ایرانه. دیگران قدرت‌ها، آمریکا، دیگری موافق باشن مخالف باشن اهمیت نداره، این معنای استقلاله. خب گفتیم سرفصل‌های مکرر بیان امام در ذیل این استقلال ملی می گنجد. من چند تا از این سرفصل‌ها رو عرض میکنم. یک سرفصل اصل ما میتوانیم است. امام یاد داد به ما که بگیم و باور کنیم که میتوانیم. در رژیم گذشته گفته بودند و باورانده بودند که ما نمیتونیم، کاری از دست ما بر نمیاد، دیگران باید برای ما انجام بدن. امام 180 درجه عکس این رو در هویت ملی ملت ایران وارد کرد. ما میتوانیم، یعنی اعتماد به نفس را در ملت، در جوانان زنده کرد. اینم همینجا من عرض بکنم، این ما میتوانیم انقدر مهمه که برای نفی این ما میتوانیم طراحی میکنن. الان در همین قضیه اخیر هسته‌ای و گفتگوهایی که در زمینه هسته‌ای با وساطت عمان وجود دارد، طرحی که آمریکایی‌ها ارائه کردند 100% ضد ما میتوانیم است. امام اعتماد به نفس را در جوانان ما زنده کردند، در سیاستمداران ما زنده کردند. گفتن می توانیم، تجربه کردیم دیدیم بله می توانیم. این پیشرفت‌های علمی، این پیشرفت‌های فناوری، این توانایی‌های دفاعی، این کارهای بزرگی که دولت‌ها در طول این سالها در آبادانی این کشور انجام دادن، اینا رو باور نمی کردیم ما که بشود. می گفتنم که نمیشه. امتحان کردیم دیدیم نخیر، ملت ایران می تواند، می توانیم. این یکی از سرفصل‌های مهمی است، یک اصلی است در استقلال ملی که در بیانات امام تکرار شده. اصل بعدی، اصل مقاومت. مقاومت یعنی در برابر اراده قدرت‌های بزرگ انسان سر خم نکند. اگر به چیزی اعتقاد دارد، چیزی رو لازم می‌داند یا چیزی رو ممنوع می‌داند، بر طبق عقیده خودش عمل کنه و در مقابل اراده دشمن، تحمیل دشمن
زورگویی دشمن سر خم نکنه. این معنای مقاومت. اینم جزو یکی از اجزای استقلال ملی مقاومت. یک اصل دیگر ارتقاء قدرت دفاعی کشور است. ارتقاء قدرت دفاعی. ما در اول انقلاب توانایی‌های دفاعی نداشتیم. تولیدات دفاعی ما به قدری ناچیز بود که نزدیک به صفر بود. اون مقدار چیزی که تولید می‌کردیم در حکم صفر بود. امام به ما یاد داد که باید قدرت دفاعی خودمون رو بالا ببریم. من رفتم خدمت امام، به ایشون اطلاع دادم که جوانهای ما دارن یک موشک ضد تانک رو که دارای قدرت چنین و چنانه تولید میکنن و یه زمانی هم معین کردن. من گفتم به امام که اینا گفتن در این زمان این کار رو انجام میدیم. به قدری امام خوشحال شد که من کمتر خوشحالی اونجوری در چهره امام دیدم. تشویق میکرد قدرت دفاعی رو بالا ببرید. نتیجه چی شده؟ نتیجه این است که امروز ارزیابان قدرت‌های دفاعی دنیا قضاوت می‌کنند که در این منطقه در پرون مقوله ایران در رتبه اول قرار داره. یا اظهار تعجب میکنن از اینکه ایران در عین تحریم میتوانه ماهواره به فضا پرتاب کنه مثلا و امثال اینها. این نتیجه این توانایی‌های مربوط به قدرت دفاعی است. اینم یکی از سرفصل‌های مهم فرمایشات امام. یک سرفصل دیگر اصل تبیین. امام معتقد به تبیین بود. تبیین یعنی مردم رو در جریان مسائلی که باید بدانند با زبان مناسب قرار دادن. خود امام از آغاز نهضت، از اول نهضت از سال 1341 با مردم حرف زد، برای مردم تبیین کرد تا آخرین سال عمر او که این نوشته های امام بزرگوار در سال آخر عمر مبارک ایشون جزو برترین نوشته های ایشان است. خطاب به مردم، خطاب به حوزه های علمیه و طلاب و علما و دیگران، خطاب به دانشگاهیان و دیگران. یک امام وقتی تبیین میکرد، این نکته رو من خوب عرض کنم، تبیین امام فقط تحریک احساسات نبود، هم احساسات رو هدایت میکرد، هم استدلال میکرد، عقلها را قانع میکرد. عقلها را قانع میکرد. هم با دلها حرف میزد، هم با مغزها حرف میزد. میتوانست اینجور تبیین کنه. این تبیین هم یکی از چیزهایی است
که در مجموعه استقلال ملی کشور ما که رکن اصلی فعالیت امام هست می گنجه. یک اصل دیگر اصل استقامت است. استقامت غیر از اون مقاومتی است که عرض کردیم. استقامت یعنی راه رو دنبال کردن، صراط مستقیم را رها نکردن، پیگیری کردن، تداوم دادن. این معنای استقامت. استقلال ملی مجموعی از این اصول و برخی دیگر اینها رو امام در هویت ملت ایران وارد کرد. مردم رو، دلها رو، ذهنها رو، جوانها رو با این اصول آشنا کرد. امروز جوان ما با مسئله خودباوری، با مسئله ما میتوانیم، با مسئله مقاومت، با مسئله ادامه راه آشناست. ذهنها و دلها آشناست. این کار رو امام بزرگوار کرد. لذا هویت انقلاب حفظ شد. این اون عقلانیتی است که امام به وسیله اون توانست انقلاب اسلامی را و نظام ناشی از انقلاب اسلامی را در همون خطی که برای اون به وجود آمده بود و از آغاز ترسیم شده بود نگه داره. گاهی میبینیم ما امروز در بعضی از گفتارها میگن عقلانیت، اسم عقلانیت میارن. منظورشون از عقلانیت این است که ما بریم در مقابل آمریکا سر خم کنیم. میگن این عقلانیته. مقصودشون این است که ما تسلیم قدرت زورگو بشیم. این رو عقلانیت میدانن. اینا عقلانیت نیست. عقلانیت امام است. همون چیزی است که توانست این ملت رو پیش ببره، این ملت رو قوی کنه، مقتدر کنه، در دنیا آبرومند کنه، موجه کنه و آینده روشنی رو در مقابل این ملت بگذاره. انشاءالله کشور با عقلانیتی که امام پایه‌گذاری کردن میتوانه به پیشرفت برسه، میتوانه به امنیت پایدار برسه، میتوانه به رفاه عمومی برسه و میتوانه در محیط بین الملل هم از آنچه که هست ارتقاء بیشتری پیدا کنه. این مسئله مربوط به امام و اما تبیین یک مسئله ملی، مسئله هسته‌ای. راجع به مسئله هسته‌ای بایستی من چند جمله‌ای برای آگاهی ملت ایران عرض کنم. عزیزان من، ایران به برکت هوش جوانان، همت دانشمندان، تلاش فراوان توانست دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشود. یعنی ما امروز قادر هستیم سوخت هسته‌ای رو از معدن تا خود نیروگاه تولید کنیم و پیش ببریم. این رو جوانای ما کردن، دانشمندان ما کردن. در دنیا کشورهایی که این توانایی رو دارن
شاید از عدد انگشتان 2 دست کمترن. اینو ملت ایران به دست آورده. من یه نکته رو اول عرض بکنم. صنعت هسته‌ای فقط برای انرژی نیست. بعضی خیال میکنن صنعت هسته‌ای فقط برای برق پاک، که البته همینجور هم هست. انرژی پاک و ارزان، این ناشی از صنعت هسته‌ای است. لکن فقط این نیست، این یک جزئی از فواید صنعت هسته‌ای است. صنعت هسته‌ای یک صنعت مادر است، یک صنعت مادر. متخصصین و دانشمندان و کسانی که حرفشون این است برای ما توضیح دادن و من امیدوارم برای مردم هم بیشتر توضیح بدن. عرصه‌های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای هستند. عرصه‌های متعدد علمی از جمله فناوری‌های دقیق و حساس مثل تجهیزات پزشکی، هوافضا، حسگرهای دقیق، الکترونیک، اینا مربوط به صنعت هسته‌ای هستند، متأثر از صنعت هسته‌ای هستند. از جمله علوم پایه و مهندسی مثل فیزیک هسته‌ای، مهندسی انرژی، مهندسی مواد، از جمله کاربردهای پزشکی و دارویی، هم در تشخیص هم در درمان، اینا متأثر از صنعت هسته‌ای هستند. صنعت هسته‌ای در درمان بعضی از بیماری‌های سخت حرف اول رو میزنه، هم در تشخیص هم در درمان. در صنایع مربوط به کشاورزی، در صنایع مربوط به محیط زیست، این موارد متعددی از این قبیل هست که وابسته به صنعت هسته‌ای است یا متأثر از صنعت هسته‌ای. صنعت هسته‌ای یک صنعت مادر است، یک صنعت اصلی است. خب حالا در صنعت هسته‌ای یک نقطه وجود داره که به منزله کلیده و او عبارت است از غنیسازی اورانیوم. دشمنان ما رو همین غنیسازی اورانیوم تکیه کردن، رو این انگشت گذاشتن. صنعت هسته‌ای با این عظمت بدون داشتن توانایی غنیسازی یک چیز بیفایده است، زیرا برای سوخت نیروگاهامون باید دستمون دراز کنیم به دیگران. این مثل این میمونه که شما نفت در داخل کشورتون داشته باشید اما حق نداشته باشید پالایشگاه درست کنید، بنزین تولید کنید. نفت دارید اما بنزین رو باید از دیگری بخرید. اون کشور اگر خواست به شما میفروشه، به هر قیمتی خواست میفروشه، اگرم نخواست نمیفروشه. بهانه ای میاره نمیفروشه. اون کارو بکن والا بنزین نمیدم. هدف اونا اینه. ما اگر 100 تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم اما غنیسازی نداشته باشیم به دردمون نمیخوره. برای خاطر اینکه نیروگاه هسته‌ای احتیاج به سوخت دارد. اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم، باید دست دراز کنیم طرف آمریکا
و اونها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکنه 10 شرط بگذارن. ما این رو امتحان کردیم. در دهه 80 سر سوخت 20% رئیس جمهور آمریکا 2 نفر از رؤسای جمهور دوست ما رو خودش واسطه کرد که به ایران بگید یه مقداری از غنیسازی‌های 3.5% رو به ما بده، ما 20% رو که احتیاج داره بهش میدیم. ما احتیاج داشتیم به 20%. مسئولین قبول کردن. بنا شد که مبادله بشه. بنده گفتم که این مبادله باید اینجوری باشه که اونا 20% رو بیارن بندر عباس، ما آزمایش کنیم ببینیم درسته، بعد اونو میگیریم 3.5% بهشون میدیم. وقتی دیدن ما روی گرفتن 20% دقت داریم و اصرار داریم، زیر قول خودشون زدن و ندادن. البته در همین اوقات، در همین حین که مشغول این زد و خوردهای سیاسی بودن مسئولین ما سر این قضیه، دانشمندان ما خودشون در داخل 20% رو تولید کردن. حرف اول آمریکایی ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید، در 10 رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید، اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. هزاران دانشمند و پژوهشگری که در ایران تربیت شدند، الان ما هزاران جوان دانشمند در مسائل هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در کشور داریم. اینا تو همین چند سال تربیت شدن. همه اینها رو ما مایوس کنیم، بیکار کنیم، از آینده کشور خودمون ناامید کنیم. آمریکایی‌ها اینو میخوان، اینو میگن، اینو مطالبه میکنن از ما. سردمداران، گوش کنید، سردمداران بی‌ادب و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن. اونا با پیشرفت مخالفن، با پیشرفت ایران مخالفن، با استغنای ملت ایران مخالفن. من اینا رو گفتم برای اینکه ملت عزیزمون تا حدودی در جریان مسئله قرار بگیرن. البته بیشتر باید توضیح بدن. پاسخ ما به یاوه‌گویی‌های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه ما چی جواب میدیم. یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه.
از اون روز پیچ و مهره‌های صنعتی هسته‌ای ما بسیار محکم‌تر هم شده. او البته اقرار کرد که نمیتوانه پیش مهره ها رو باز کنه. گفت نمیتوانم، اگه میتوانستم میکردم. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. البته قبل از این حرفا، قبل از این توضیحات، اولین مطلبی که ما در باب هسته‌ای به طرفهای آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما چه کاره اید؟ چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ شما امکانات اتمی دارید، بمب اتم دارید، ویرانگری شدید دنیا در اختیار شماست. به شما چه که ملت ایران غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه، صنعت هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه؟ یه ملتی است، اختیارش دست خودشه. به شما ربطی نداره. شما چه کاره اید؟ از چه موضع حقوقی این حرفها رو شما میزنید؟ این مطلب ماست. این هم راجع به مسئله هسته‌ای. من اون چرا که عرض میکنم، آخرین حرف من مربوط به جنایات حیرت انگیز رژیم صهیونیستی در غزه است. واقعا حیرت انگیز. انسان باورش نمی آمد که اینجور اینها طرحهای جنایت آمیزی داشته باشن. ببینید اینا یک بمب مینداختن، یک خانه دو خانه خراب میشد، 10 نفر 15 نفر مثلا شهید میشدن. دیدن نه این کمه. حالا چی کار میکنن؟ حالا یه مرکزی رو درست میکنن به عنوان تقسیم غذا، چون مواد غذایی که وارد غزه نمیشه، به عنوان تقسیم غذا مردم هجوم میبرن برای اینکه غذا از اونجا بگیرن. اینا با یک مسلسل 10 برابر اون چیزی رو که با بمب از بین میبردن از بین میبرن. کشتن مردم براشون گران تمام میشد، ارزانش کردن. باید بمب مصرف میکردن، حالا گلوله مصرف میکنن. این حیرت انگیزه. واقعا این جنایت انسان رو متحیر میکنه که چقدر انسان ممکنه پست و خبیث و شقی و شریر باشه که بتوانه چنین کار رو بکنه. البته آمریکا هم در این جنایت شریک.
آمریکا هم دستش در این جنایات آلوده است. به همین دلیل هم هست که ما گفتیم، تکرار کردیم و اصرار میکنیم که باید آمریکا از این منطقه خارج بشه. یک جمله هم مایلم به دولت‌های اسلامی بگم. دولت‌های اسلامی امروز خیلی تکلیف دارن. میخوام صریح به دولت‌ها بگم امروز جای مجامله و ملاحظه کاری و بی‌طرفی نیست. امروز روز سکوت کردن نیست. اگر دولتی در میان دولت‌های اسلامی به هر شکلی، به هر بهانه‌ای از رژیم صهیونی حمایت بکنه، چه با عادی‌سازی روابط، چه با بستن راه کمک به فلسطین، چه با توجیه جنایات صهیونیست‌ها، یقین بدانه که ننگ ابدی بر پیشانیش خواهد ماند. البته حساب اخروی هم هست، قیامت هم هست، جزای الهی هم هست که خیلی سخته، خیلی سنگینه، پیش خدا جواب نمیتوانند بدن. اما فقط جزای اخروی نیست، در دنیا هم ملت‌ها این خیانت رو فراموش نخواهند کرد و دولت‌ها بدانند با تکیه به رژیم صهیونیستی برای هیچ دولتی امنیت به وجود نمیاد. نمیتوانند امنیت رو نمیتوانند با تکیه به رژیم صهیونیستی به در بیارن، چون رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید. پروردگارا تفضلات خودت رو بر ملت ایران روز به روز افزایش بده. دشمنان ملت ایران رو سرکوب و منکوب بفرما. پروردگارا اهداف و آرمانهای بلند امام بزرگوار رو در میان ملت ایران تحقق ببخش. قلب مقدس ولی عصر ارواحنا فدا را از ما، از ملت ایران، از همه خدمتگزاران راضی و خوشنود بفرما. روح مطهر امام بزرگوار رو در اعلی مراتب علیین و رضوان خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دعای همیشگی ما این است: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار. رزمندگان